کمیته امنیت ملی قرقیزستان به حیث دلیل این ویدیو را نشر کرد که نشان می‌دهد افرادی بازداشت شده چیزی را به ماشین بار می‌کنند. در ویدیو همچنین اسلحه زیادی دیده می شود که برای سراپا مسلح کردن 100 نفر هم کافی است. بمب‌های خودساخت، زره، تفنگ و همین گونه لباس‌های نظامی. به قول کمیته متهمان به جنایت همچنین می‌خواستند با استفاده از درون ماده‌های زهرآگین پاشند. هنگام بی‌ترتیبی های عمومی آنها همچنین می‌خواستند مکتب های ورزشی، تیراندازی و مغازه ها برای شکارچیان را غصب و غارت کنند، زورآوری و خرابکاری کنند و آتش زنند. ماموران امنیتی 5 نفر را دستگیر کردند و معلوم نیست که آنها اینقدر اسلحه را از کجا به دست آوردند. جزئیات دیگر را هم تا حال نگفتند. به قول فلیکس قولوف نخست وزیر سابق، خدمات امنیتی با بازداشت این گروه قرقیزستان را از یک فاجعه عظیم امین داشت. آنها لباس میلیسا داشتند، یعنی آمادگی می گرفتند. با بهانه استفاده غیرقانونی سلاح از طرف مأموران میلیسا ظاهراً یگان مناقشه مسلحانه برمی انگیختند. خطر اساسی گروه همین بود. مهم نیست اسلحه را از کجا گرفتند. این سوال دوم است و باید دقیق کرد. با قول مولان اسکربیک فعال مدنی، در 2 سال گذشته در قرقیزستان به حد پرونده ها با اتهام بی‌ترتیبی های عمومی و تلاش غصبی حکومت باز کردند که باور کردن به این داستان هم سخت است. شاید کم کسانی باشند که به چنین خبرها باور کنند. من به حکومت می گفتم حادثه های ماه می نشان داد که ضرورت به برانگیختن بی‌ترتیبی های عمومی نیست. باید مشکلات اقتصادی را حل کرد، نه اینکه مردم را ترساند و تعقیب و بازداشت کرد. این دفعه همه بازداشت شدگان نه سیاستمدار هستند، نه فعال مدنی و یا کسی که حکومت را در شبکه‌های اجتماعی تنقید کرده است. همه آنها افرادی ناشناسند. 2 نفر به گفته کمیته امنیت کسانی بودند که ماه می در حمله به خوابگاه خارجیان در شهر بیشکک شرکت داشتند. برای همین سالهای زیادی همچنان درباره اعلان کمیته امنیت قرقیزستان وجود دارد.